اولین مسئله اینه که انتخاب‌های ما توی دست ناخودآگاهیه که بهش آگاه نیستیم، همون ضمیر ناخودآگاه. شما در واقع تصمیم نمیگیری که انتخاب کنی، اون به صورت اتومات بالا میاد که چه انتخابی کنی، چه انتخابی نکنی، اینکه چه شغلی رو انتخاب کنی، چه پارتنری رو انتخاب کنی، چه مسیری رو انتخاب کنی، چون شما بهش آگاهی ندارید، کاری نکردید که خودش بالا میاد. شما فکر میکنید که تصمیم میگیرید چه رفتاری داشته باشید، رفتارها، عصبانیت‌ها، تمام اینا به صورت اتومات بالا میاد. یعنی در واقع سرنوشت شما در دست قسمتیه به اسم ضمیر ناخودآگاه، یعنی شعور باطنی شما. این به معنی نیست که جای پنهان و عجیبیه، نه، آگاهی شما به ناخودآگاه تابیده نشده. شما کاری برای اون قسمت‌های پنهان انجام ندادید و تا زمانی که اونا رو باز نکنید و آگاه نشید نمیتونید اونا رو تغییر بدید. پس حتما بشینید، تصمیمات و احساساتتون و انتخاباتتون رو بنویسید، فکر کنید، بذارید چراغ آگاهی روی ضمیر ناخودآگاهتون بتابه. یکی از عنصرهای مهم توسعه فردی اینه که آگاهی ما به ناخودآگاه ما بتابه. ما توی سبکی از مدیتیشن وارد خلسای عمیق میشیم و از تکنیک‌های مثل مایندفولنس و بقیه تکنیک‌ها استفاده میکنیم که آگاه بشیم به ناخودآگاهمون و اون فرایندهای ناخودآگاهی رو میتونیم بعدها تغییرش بدیم. و توی خلسه‌ای که توی هیپنوتیزم انجام میدیم ریپروگرامینگ انجام بدیم. یعنی در واقع ما توی هیپنوتیزم میایم و برای افراد برنامه‌ریزی مجدد انجام میدیم که تصمیمات و انتخاب‌هاشون در دست آگاهیش باشه. و این میشه یکی از زیبایی‌های توسعه فردی با هیپنوز،